السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقتی جنگ بدر بود، قتاده رضی الله عنه زخمی شده بود. چشمش از کوسه‌خانه سرش برآمده بود، آویزان بود. بعضی صحابه ها گفتند ای قتاده، اگر بخواهی چشمت را ببریم تا که عذاب نکشی. قتاده رضی الله عنه گفت نه، به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می رویم، میبینیم چی میگوید. به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند. رسول خدا قتاده رضی الله عنه را نزد خود نشاند و چشمش را به جایش درآورد و بر چشمش مسح کرد. قتاده رضی الله عنه میگوید به خدا قسم دیگر نمیشناختم، دیگر نمیفهمیدم کدام چشمم زخمی شده بود، یعنی دیگر فرق نمیکردم کدام چشمم زخمی شده بود. این یک معجزه بزرگی بود که صحابه ها دیدند و ایمانشان مستحکم شد. همچنان وقت جنگ دو جوان به جنگ آمده بودند. این قصه را عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه روایت میکند. میگوید وقتی جنگ بود دو جوان با من بودند. یک تاش 15 ساله بود، دیگرش 16 ساله بود. هر دوشان برادر بودند، معاذ و عوف. یک تاش از دست راستم بود، دیگرش از دست چپم بود. بسیار جوان بودند. با خودم میگفتم در جای این دو جوان اگر دو شخصی با تجربه می بود در این جنگ بهتر بود. یکی از آنها نزد من آمد و با آواز پست گفت ای عمک، آیا ابو جهل را میشناسی؟ گفتم بله میشناسم. چرا میپرسی؟ گفت شنیدم از همه زیاد رسول الله صلی الله علیه و سلم را او اذیت رسانده است. گفتم بله درست میگویی. گفت ابو جهل را برایم نشان بده. گفتم چرا؟ گفت میخواهم او را بکشم. در تعجب بودم، این جوان اینقدر از خود باوری دارد. چندی نگذشته بود برادر دیگرش آمد و با آواز پست همان سوالی که برادر یکمش پرسید، این برادرش هم همین سوال را پرسید. وقتی از این دو جوان این سخنان را شنیدم بسیار خوشحال شدم. دو جوان چقدر با همت هستند، چقدر با غیرت هستند. میخواهند سرلشکر را بکشند. یعنی ابو جهل سرلشکر مشرکین بود و در اطرافش بسیاری از سربازان بود. به نزد ابو جهل رفتن بسیار مشکل بود، ولی این دو جوان بسیار با همت بودند و میخواستند سرلشکر را بکشند. چندی گذشت ابو جهل خیلی خوب نمایان شد، ولی در اطرافش سربازان زیاد بود او را حمایت میکردند. و جوانان گفتم آیا میبینید شخصی که ریش دارد و بر اسب سوار است و در اطرافانش سربازان زیاد است؟ سخنانم را تمام نکرده بودم که هر دوشان مثل تیر به طرف ابو جهل حرکت کردند و در بین سربازانی که در نزد ابو جهل بودند در آمدند، راست و چپ میزدند، جنگ میکردند تا که به نزد ابو جهل رسیدند و هر دوشان ابو جهل را زدند، یک باره از اسب او را به زمین افکندند. ابو جهل زنده بود، زخمی شده بود ولی زنده بود. یکی از جوانان عوف شهید شد، او را کشتند. یعنی عکرمه پسر ابو جهل او را زد و او شهید شد. سربازان در اطراف معاذ جمع شدند و با او جنگ میکردند. دستش را زدند، دستش را بریدند. دست معاذ بریده شده بود اما
با پوست آویزان بود، یعنی دیگر استخوان شکسته بود، فقط دست معاذ با پوستش آویزان بود. اکنون معاذ با یک دست جنگ میکرد، آهسته آهسته معاذ با پشت رفت، برای اینکه یعنی دیگر جنگ کردن نتوانست، یک دستش آویزان بود، کمی به پشت رفت و دستی که شکسته بود او را در تک پای خود گذاشت و کشید دست خود را از جسدش جدا کرد و با یک دست جنگ کرد. ابو جهل در زمین افتیده بود، زخمی بود، ولی به قریشی ها یعنی خبر رسید که ابو جهل هلاک شده است. وقتی قریشی ها این سخن را شنیدند به پشت رفتند و گریختند. از قریشی ها 70 شخص کشته شده بود و 70 دیگر اسیر شده بود. امیه ابن خلف و پسرش نگریختند، اگر میگریختند کشته میشدند. امیه ابن خلف و پسرش میخواستند تسلیم شوند، ولی میخواستند به کسی تسلیم شوند که آنها را نکشد. عبدالرحمن ابن عوف غنیمت جمع میکرد، یعنی هر چیزی که از قریشی ها مانده بود آن را جمع میکرد تا بعدا در بازار بفروشد. امیه صدا کرد ای عبدود، یعنی نام عبدالرحمن در جاهلی پیش از اسلام عبدود بود و نام خود را عوض کرده بود به عبدالرحمن، یعنی عبدالرحمن پسر عوف، و گفته بود پیش از این امیه او را وقتی که عبدود میگفت، وقتی مسلمان شد با او گفته بود اگر به من نام من را عبدود صدا کنین به تو جواب نمیدیم. و امیه گفته بود من عبدالرحمن را نمیشناسم، این خیلی باشد من تو را عبدالاله صدا میکنم. عبدالرحمن راضی شده بود. خب وقتی که امیه او را عبدود صدا کرد، عبدالرحمن ابن عوف جواب نداد. بار دیگر عبدود صدا کرد ولی عبدالرحمن جواب نداد. باز عبدالاله صدا کرد و عبدالرحمن ابن عوف با او جواب داد. امیه گفت ای عبدالاله، آیا میخواهی آنچه را که جمع میکنی از او بهتر داشته باشی؟ عبدالرحمن گفت بله میخواهم. امیه گفت من و پسرم را اسیر بگیر، ما بسیار قیمت هستیم، یعنی در قبال ما پولی بسیار پرداخت میکنند. عبدالرحمن ابن عوف هر چی را که جمع کرده بود او را گذاشت، آن چیزا را گذاشت و آمد امیه و پسرش را گرفت و به سوی رسول خدا حرکت کردند. در این حالت بلال رضی الله عنه دید امیه و پسرش با عبدالرحمن ابن عوف هستند می آیند. امیه بلال را بسیار عذاب داده بود. بلال گفت امیه دشمن اسلام، او نباید نجات بیابد. عبدالرحمن گفت ای بلال، ای برادرم، امیه اسیر من است. بلال گفت فرق ندارد، او باید کشته شود. و بلال به نزد یک چند صحابه هایی که از اهل مدینه بودند، انصار، به نزد آنها رفت و گفت آیا میخواهید شخصی را بکشید که او من را بسیار عذاب داده بود؟ گفتند بله، کیست؟ در کجاست؟ گفت از پشت من بیایید. آمدم به طرف عبدالرحمن، ولی عبدالرحمن به امیه گفت تیز حرکت کن تا به نزد رسول خدا برسیم. ولی امیه بسیار تیز حرکت کردن نمیتوانست، یعنی تیز راه گشتن نمیتوانست، بسیار فربه بود و بلال و صحابه ها رسیدند و از هر طرف آنها را احاطه کردند. عبدالرحمن گفت ای برادران، این اسیر من است. بلال گفت امیه من را بسیار عذاب داده است. صحابه ها گفتند امیه باید کشته شود. عبدالرحمن دید که دیگر راه حل نیست، یعنی از هر طرف او را احاطه کردند. او با امیه گفت به شکم خواب را، به شکم بزن در روی زمین.
و خود را در بالای امیه انداخت و گفت این اسیری من است، این اسیری من است. بلال گفت امیه باید کشته شود و گفت بلال به صحابه گفت بزنید امیه را هلاکش کنید. از هر طرف از پایان با شمشیر میزدند تا که امیه هلاک شد. عبدالرحمن ابن عوف گفت الله بلال را ببخشد، از دست هم چیزها رفت و اسیر هم از دستم رفت. یعنی آن چیزهایی که جمع کرده بودم آنها را در همون جا ماندم، آنها را دیگر کس گرفت، آنها از دست من رفتند. میخواستم با این اسیر به نزد رسول الله بروم، این اسیرم از دست من رفت، از همه چیز ماندم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابگان گفت میخواهید ببینید که ملائکه ها کیها را کشتند؟ یعنی در این جنگ ملائکه ها هم اشتراک کرده بودند. رسول خدا به صحابه ها گفت میخواهید ببینید ملائکه ها کیها را کشتند؟ ببینید شخصانی که از قریش ها کشته شدند اگر گردنشان سوخته باشد، این معنا دارد که او را ملائکه کشته است. یعنی وقتی که گردنش زده باشد و باز هم گردنش سوخته باشد، این را ملائکه کشته است. یعنی رسول خدا به صحابه ها خواست نشان بدهد که در حقیقت ملائکه ها در جنگ اشتراک کردند. همچنان عمک رسول الله صلی الله علیه و سلم عباس اسیر افتیده بود. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه عباس را اسیر گرفته بود. عباس رضی الله عنه مردی بزرگ بود، جسمی بزرگ داشت، یعنی بزبله بود، بسیار مردی با قوت بود. عبدالله ابن عباس باشد بسیار مردی لاغر بود، خراب بود، خرد بود. یعنی بین عباس رضی الله عنه و عبدالله ابن مسعود فرق زیاد بود در قوت و در بزرگی جسم. ولی عبدالله ابن مسعود عباس را آورد به نزد رسول الله و مردم دیدن در تعجب بودند چطور عبدالله ابن مسعود عباس را اسیر گرفته است، یعنی چطور قوتش به عباس رضی الله عنه رسیده است. صحابه پرسیدند چطور عباس را اسیر گرفتی؟ عبدالله ابن مسعود گفت از دستش گرفتم خودش تسلیم شد. یعنی آمدم از دستش گرفتم، عباس رضی الله عنه تسلیم شد. از عباس پرسیدند چطور به این آسانی تسلیم شدی؟ عباس گفت عبدالله ابن مسعود از دستم گرفت، چنان سخت دستم را زیر کرد که فکر کردم اگر از جایم حرکت کنم استخوان‌های دستم میده میده می شود. یعنی وقتی که عبدالله ابن مسعود دست عباس را گرفت چقدر سخت گرفته بود که میگوید اگر حرکت میکردم شاید استخوان‌های دستم میده میده می شدند. رسول خدا تبسم کرد، خندید و فرمود ای عبدالله فکر نکن که اینقدر با توان و با قوت هستی. وقتی دست عباس را گرفتی ملائکه ها دستش را گرفتند، این قوت ملائکه بود. ملائکه ها از اول جنگ تا اخیر اشتراک کرده بودند. بعضی علمای تاریخ میگویند جنگ تقریبا 2 ساعت دوام کرد، یعنی بسیار تیز تمام شد. قباس ابن اشین در آن زمان مسلمان نبود، آمده بود از جای جنگ را نظارت میکرد و فکر میکرد مسلمان ها در جنگ پیروز نمیشوند و شاید میگریزند. آنقدر وقت نگذشته بود که مسلمان ها پیروز شدند. میگوید گفتم قریشی ها مثل زنها گریختند در حالی که چند برابر زیاد بودند.
وقتی جنگ تمام شد رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد جسدهای قریشی هایی که کشته شدند در قلیب انداخته شوند. یعنی قلیب یک جایی که در زمین چقوری بود، در همون جا بیاندازید جسدهای قریشی هایی که کشته شدند. رسول خدا به اسیران نظر کرد، در بینشان 2 نفر را دید که دشمن بزرگ اسلام بودند. یکم نضر ابن الحارث. در قصه همین رسول الله صلی الله علیه و سلم، در قصه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه بودند نقل کرده بودم، در همون وقت نضر ابن الحارث رسول الله صلی الله علیه و سلم را نمیمون که سخن کند، نمیمون که دعوت کند. وقتی در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم جمع می شدند، مردم را پراکنده میکرد، میگفت محمد افسانه میگوید، من هم افسانه میگویم و او از من هیچ برتری ندارد و همین طور مردم را از رسول الله صلی الله علیه و سلم پراکنده میکرد. در مورد نضر ابن الحارث 7 مرتبه در قرآن الله متعال آیت نازل کرده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد نظر به صحابهان سخن کرد و فرمود ای علی، این دشمن اسلام است، او را بکش. پس علی رضی الله عنه او را کشت و در قلیب او را انداخت. و باز رسول الله صلی الله علیه و سلم به عقبه ابن ابی معیط نظر کرد و فرمود آیا میدانید این کیست؟ این شخصی است که وقتی من نماز میخواندم بر من اخلاطهای شتر را می انداخت و روز نماز می خواندم پایش را در گردنم گذاشت و سخت زیر کرد تا درجه‌ای که فکر کردم جانم می براید. عاصم ابن ثابت رضی الله عنه خست و عقبه را کشت و او را در قلیب انداختند. آمدن جسد امیه را کشیدند به سوی قلیب. جسدش بسیار بوی گرفته بود، بسیار بدبوی میکرد و وقتی که جسدش را میکشیدند جسدش پاره پاره میشد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود او را در جایش گور کنید، یعنی همونطور در جایی که هست همونطور بماند و گورش کنید. صحابه ها با سنگ ها جسدش را زدند تا اینکه بالای جسدش پوری سنگ شد و همونطور یعنی در همون تگی سنگ‌ها جسدش را گذاشتند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف قلیب رفت و فرمود ای ابو جهل، ای عتبه، ای شیبه، ای ولید، ای ابو البختری، ای عقبه و دیگر صحابه ها را نامهاشان را گرفت و گفت آیا چیزی را که خدایتان، یعنی شما خدا می گفتید، آیا چیزی را که خدایتان وعده کرده بود شما دیدید؟ آن چیزی را که الله با من وعده کرده بود من دیدم. عمر رضی الله عنه می گوید و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم یا رسول الله چطور با آنها سخن میکنی در حالی که آنها یعنی مردن بوی گرفتند؟ رسول خدا فرمود ای عمر به خدا قسم آنها بسیار خوب میشنوند ولی جواب دادن نمیتوانند. در یکمین غزوه‌ای که مسلمان ها با رسول الله صلی الله علیه و سلم اشتراک کردند و جنگ شد، بزرگان قریش هلاک شدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک صحابه را به مدینه روان کرد تا که خبر خوش را به آنها برساند. یکی از قریشی ها پیش از همه به مکه رسیده بود. مردم مکه پرسیدند چه خبر است؟ گفت بزرگان کشته شدند و لشکر گریخت. مردم باور نکردند چطور این لشکر با این بزرگیش در لشکر بهترین ها هستند چطور میگریزد؟ صفوان پسر دیگری امیه نشسته بود، شنید باور نکرد که پدر او هم کشته شده است، ابو جهل کشته شده است.
یعنی بزرگان قریش کشته شدند. بعد از چند لشکر به مکه رسید. پرسیدند یعنی چی شد؟ در جنگ پیروز شدید؟ گفتند نه، ما در جنگ پیروز نشدیم. و نامهای بزرگان را گرفتند، بزرگان خود را گفتند آنها همشان کشته شدند در جنگ. یعنی ما از جنگ گریختیم. اگر جنگ تمام شد باور نکردند. یعنی چطور با این بزرگیش، با این بزرگی که قریشی ها با همه اسلحه ها، با شترها، با اسبها بودند و باز هم در جنگ پیروز نشدند. اکنون در مکه بزرگ قوم، بزرگ قریشی ها ابو سفیان و ابو لهب، همه که رسول خدا بود، این دو بزرگ قریش شدند. ابو سفیان امر کرد هیچ کسی برای مردمی که کشته شده است گریه نکند و برای اسیران خود هیچ کسی به نزد محمد نرود. ابو لهب به خانه برادر خود عباس رفت و در آنجا نشست و میخواست از عباس بفهمد چی خبر است، زنده است، اسیر است، در کجا است. شخصی به نزد ابو لهب آمد و با ابو لهب سخن میکرد. ابو لهب از او پرسید از لشکر محمد از همه زیاد که بسیار قریشی ها را کشت؟ او گفت حمزه، یعنی برادر ابو لهب. ابو لهب پرسید چطور جنگ را باختید؟ گفت مردهای را دیدیم که لباسی سفید داشتند، بر اسبها بودند، با آنها هیچ کسی جنگ کردن نمیتوانست. ابو رافع خدمتگار عباس بود، مسلمان بود ولی هیچ کس نمیدانست که او مسلمان است. وقتی شنید این سخن را خوشحال شد و گفت آنها ملائکه ها بودند. ابو لهب در غضب بود، خست و ابو رافع را چنان زد که رویش پر از خون شد. همسر عباس رضی الله عنه ابو رافع را میخواست از دست ابو لهب آزاد کند ولی نمیتوانست. چوبی را گرفت و بر سر ابو لهب زد. ابو لهب دستش را بر سرش ماند، به خانه‌اش برگشت. از همین ضربه‌ای که در سرش خورده بود بیمار شد و از طرف دیگر در غم مبتلا شد. یعنی الله متعال او را در غم گرفتار کرد که شکست خوردن و از طرف ضربه در سرش بود، از او بیمار شد. یک بیماری گذرنده پیدا کرد. همه از نزدش دور می رفتند، همه از نزدش گریختند، فرزندانش از نزدش دور رفتند. 2 روز بعد از غزوه بدر هلاک شد. هیچ کسی از فرزندانش نزدیک نمی شد تا که جسدش بوی گرفت. مردم گفتند این پدرتان است، مرده است، چرا او را گور نمی کنید؟ چرا او را از خانه نمی برارید؟ گفتند بیماری گذرنده دارد، می ترسیم ما هم با اون بیماری گرفتار شویم. و ابو لهب را در خانهش با سنگها گور کردند، یعنی در بالایش سنگها را گذاشتند و همون طور یعنی او را دیگر از جایش نگرفتند، در همون خانه گور شد، تگی سنگ شد. و الله متعال ابو لهب را خوار و ذلیل کرد، حتی فرزندانش به نزدش نزدیک نشدند. این همان شخصی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم را بسیار اذیت می‌داد. همچنان همسر ابو لهب رسول الله صلی الله علیه و سلم را بسیار اذیت می‌داد که سوره تبت وقت زنده بود این سوره در مکه نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بریده باد هر دو دست ابو لهب و هلاک باد.
مال و ثروتش و آنچه به دست آورده بود به او سودی نبخشید. به زودی به آتش شعله‌وار خواهد درآمد و همسرش جمیل آن هیزم کش، یعنی هیزم میکشید، آتش میزد هیزم را و لخچه همون هیزم را نزد خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم میانداخت. رسول خدا را دشنام میداد. او نیز واردی آتش میشود. بر گردنش طنابی از لیف خرماست. یعنی این آیات نازل شده بود در مکه. در زندگیش الله متعال ابو لهب و همسرش را، یعنی جایش را مقرر کرده بود الله متعال. همچنان در بین اسیرانی که مسلمان ها گرفته بودند سهیل ابن عمرو بود. سهیل ابن عمرو ضد مسلمان ها سخن میکرد. عمر رضی الله عنه گفت یا رسول الله این سهیل است، اجازت بده او را بکشم. رسول خدا فرمود نه. عمر گفت اجازت بده دندانایش را بکنم تا که دیگر سخن کردن نتواند. رسول خدا فرمود نه، شاید مسلمان شود و به مسلمانان یاریش برسد. انشاءالله تعالی در نوار بعدی دوام قصه را یک جای میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.